شما یک از در فالبین گذارید، همون یک طبیبی بوده است، هر وقت از پیش قبرستان میگذشت او باید زاکنی میورد. یکی طبیبی از نزد گورستان میگذشت، روش از گورستان میگردن، بگفته چی رو تا اوسو کرده میگذاره؟ میگفته همه یمی ای دست ما مردگی است. بنابراین شما آموزگارا و معارفچا از پیش در یگو فالبین گذاره که نوبت استاده است، گویا همه یمی ای دست ما همیجا آمده است. یعنی این تعلیم و تربیه من اثر نکرد که او آمده است اینجا نوبت استاده است. باید پشت دری همه نوبت میستاد. من اینجا 11 سال درس دادم، 5 سال در دانشگاه خواندم، ولی این آمده است پشت دری فالبین. انا برای مثل همون طبیب روی اوسو کرده در دل که همیا از دستی کاری ناشایسته ما آمده. بنابراین ما مسئولیم که تفکری علمی جامعه، جهانبینی معاصر مردم در چه حال است؟ خرافات یعنی باورهای بی اساس، باورهای بی پایه، باورهایی که نه از نظر عقلی، نه از نظر علمی، نه از نظر دینی اساس ندارد. همین رو میگیم خرافات. اگر این لغت و اینا رو بگیم وقت زیاد میره، کوتاه میگیم که خرافات به دو معنا بیشتر است. که یکی میگن که یک مردی کذابی دروغگویی دروغباف با نام خرافه بوده است در تاریخ عرب. بنابراین همین چیزی گپی که اساس نداره میگن که همین خرافات یعنی گپایی به مانند خرافه. دوم معناش این است که همین عرب ها وقتی خانه رو میروبند در پیش در پاروب جمع میشد میگن خرافه خرافه، یعنی موسر چیزای برزیات و لازم و به ارزش. انا برای خرافات یعنی همین باورهای بی پایه و بی اصل و بی ریشه. ولی در تجربه عملی ما همین باور به جادوگری و فالبینی و علامت های گوناگون، یک معلم خانهش میری که یک نعل اسب در بالای درش، این معلم خانهش میری یک دسته خور در بالای درش، این را میری بالایش در چشمک ترکیه آوره، هم ما میترس که چشم میگیره، این میشه اون میشه، یعنی همه گرفتار خرافات. و چرا پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رهبر دولت این مسئله را به منبر ملاقات دولتی آوردند؟ چون که مشاهده ها نشان میدهد که مردم امروز به طور بسیار وسیع به فالبین، جادوگر، دعاخون، قرطبین، بینک، نمیدونم در اینجا به چی کلمه ها میگن، اینجا بخشی و اکستراسنس و دیگر رو آورده است. پشتی دری امونا در نوبت تا چند روز نوبت مثل در فالبینای باختر و وخش و دیگر. و من خواهش میکنم که برای که همین منظره رو درست تصور کنید، یک چند نوار از سوی وزارت کارهای داخله در فیسبوک در شبکه‌های اجتماعی مانده شد درباره بازداشت شدن فالبینا در باختر، در دوشنبه، در اخیراً در اسفره. دیدید؟ مصاحبه های اونا را گوش کنید. بعضش نوبت برای نزدش در آمدن یک هفته و بعضش میدونید چی گفتن؟ همونی که زنکی که در باختر گفت که اکثری کلینت های من همین خدمتچی های دولتی هستند، همین اهل زیو، همین اهل فرهنگ و همینا رفته استادن نزدی فالبین، کسی که باید فرزندان این ملت رو در راه علم، معرفت تعلیم تید، یک مؤسسه علمی تعلیمی رو رهبری کند. ولی در همون بازوی و پای چند دیرکتوری همی ایجا هم بوده که بازو بند و تومور هست؟ نه؟ درباره فالبین و بازو بند و چشم و اینا یک چند نکته خلاصه میگیم که این موضوع گذاریم به موضوع حج رویم. خب یکم بینید برادر عزیز، اولش که این دروغ بودنش در بسیار حالت ها اثبات میشد. بینید یک مثال ساده که همون زنک فالبینی که در اونجا بازداشت کردن یک گپی عجیب گفت که
من با خداوند رابطه دارم، با پری ها، با جین ها رابطه دارم. هر خبری که در این اطراف میشه باید رادیوسی معین داشته است، همون ولایت در همینجا می شود. پری ها آمده به من میگویند گفت که مثلا اگر یک گوساله گم شود نزد من میای 100 متی 10% نرخ گوساله متی مثلا، بعد میگه گوساله شما در او پشت کوی خواجه مستان گرگ خوردگی میری اونجا استخوناش هست مثلا. یعنی این همه خبرها را داشته است. گویا انا که ببینید همین مقامات حفظ حقوق در کابینتش کامرای مخفی موندن، یک هفته فعالیت او را به نوار گرفتن. همون پریو نگفته است که حضرت اینجا یک کامرا است. خب یعنی همین کامرا ندیده است. شما دیدید همون نوارهای اپراتیوی می نویسه او فول دیده است، او را چقدر گرفته گیرن و یا به طریق یگان کلینت در آورده همونجا موندگیان و یک 2 روز گرفتگی از کارشه و همون کامرا ندیده است و چقدر عالمی غیبه می دیده است. بنابراین همین یک نوعی قلابی است. از این نظر روشن شد. دوم اینکه همین هفته گذشته چیزی عجیب شنیدم که اینم برای خودمون همون یک مسئولش گفت که در همین ناحیه چند فالبین زنهای جادوگر و فالبین و قرطه شو هستند، اونو بررسی کردن. اما 5 نفر همش از عائلش جدا شدگی، همش ناکام در زندگی، همش بیوزن، همش سرنوشت تلخ داره. یگانش حتی خودش در زندگی موفق نیست که باید دیگرها را بختی کشا کنه و فال بیند و آیندهش کشاید. خیلی آینده خودش کشاید دیگر. بعد همون دومولا گفته است که اینجا تمدنی کوشانیان بود، تمدنی اخوامنشا بود. ممکن تگی هر یک زمین ده یک کوزه طلا است. خیلی تو یک کوزه طلاش یاب خوشبخت شو بره و چی در کن یکی نمیابد همون را، ولی گوساله شما را در پشت کوی قف میابد. بنابراین این یک نوع فریب و مردمی ما به همین رفته استاده است. این یک. دوم اینکه چرا برای ما همچون یک ملت این بسیار خجالت بار است، زیرا ملت تاجیک یک ملت تمدنی فرهنگی، ملتی که ابن سینا داشته است، خوارزمی داشته است، بیرونی داشته است، مولانا جلال الدین بلخی داشته است، ملتی که جهانیان را عقل و تمیز و علم و معرفت یاد داده است، ولی فرزندی او رود پیش فالبین، پیش بخشی که آینده برای روشن کن. از همین نظر ما میگیم که این برای ملت متمدن تاجیک خجالت است. انا در اینجا نقش زیایان، آموزگاران، داملوها بسیار بسیار زیر سوال میره که پس ما نتوانستیم به مردم، به شاگردای خود، به همکارای خود، به همسایه خود، به محیط خود فهمانیم که همین کار نادرست است. زیایان همون رسالت خود را در این مسئله درست اجرا نکردن، روحانیات، داملوها، معلم‌ها درست اجرا نکردن، وگرنه چرا هزاران نفر پشت در فالبین نوبت است. این 11 سال در مکتب، 5 سال در دانشگاه خوانده، باز پیش فالبین رفتن، یعنی که این بهای بسیار منفی به فعالیت ما است. این رو باید درست درک کنیم. از همین کارا به سبب بی‌سوادی جامعه شده استاده است. همون شما یک از در فالبین گذارید، همون یک طبیبی بوده است، هر وقتی از پیش قبرستان میگذشت او باید زاکنی میارد. یکی طبیبی از نزد گورستان میگذشت، روش از گورستان میگردن، بگفته چی رو تا اوسو کرده میگذاری؟ میگفته همه یمی ای دستی من مردگی است. بنابراین شما آموزگارا، معارفچا از پیش در یگان فالبین گذاری که نوبت استاده است، گویا همه همی ای دستی من همیجا آمده است. یعنی این تعلیم و تربیه من اثر نکرد که او آمده است اینجا نوبت استاده است. باید پشت در این همه نوبت میستاد. من اینجا 11 سال درس دادم، 5 سال در دانشگاه خواننده، ولی این آمده است پشت در فالبین. انا برای مثل همون طبیب روی اوسو کرده در دل که همیا از دستی کاری ناشایسته ما آمده. بنابراین ما مسئولیم که تفکری علمی جامعه
جهانبینی معاصر مردم در چه حال است؟ ایده کی جواب میتید؟ انمی آموزگار، همین معلم. بنابراین همیشه آموزگار نجات دهنده جامعه بود. من باور دارم این دفعه هم من حرکتی که در اطراف همین سخنرانی پیشوای ملت شروع شد، یک بار دیگر آموزگاران، معلمان، ما 140,000 نفر معلم داریم حاضر. 139,000 نفر معلم است. همین 139,000 نفر یک آرمیا، یک ارتشی بزرگی زیایی و روشنفکر و اهل فرهنگ و کسایی است که ارزش‌های ملی را گرامی می‌دارند. خب و سوم نکته درباره فالبین این است که از نظر عقل کسی که به همین چیزا باور داره، به خرافات، خود جهانبینی علمی و عقلیش زیر سوال میره. این سوم. چهارم از نظر دین اسلام هم این یک مسئله حکمش بسیار شدید و حرام است. زیرا ببینید در اسلام بعضی مسائل است که ما میگیم بحثناک. مثلا اگر کسی سوال کنه که همین موسیقی حرام است یا حلال، یک دومولو چی میگه؟ میگه که من طبق فتوای فلان شیخ فلان شیخ فلان شیخ حرام است، طبق فتوای فلان مذهب فلان دومولو فلان شیخ حلال است. یعنی اینه میگه مسئله بحثی، به زبان خود دینی میگه مسئله اختلافی، خلاصه یگانه نیست. ولی در مسئله فالبین و جادوگر یگان اختلاف نیست، چون که این با حدیث، با روایت، با فتوا حرام نشده است، با آیه صریح قرآنی. یعنی در قرآن آمده است که همین فالبینی و جادوگری حرام است. بنابراین کسی که خسته پیش جادوگر فالبین میره، گویا که از این بالای قرآن و ایمان و اسلام گذشته میرد. پس چه خلاصه میگیریم؟ میگیم که هم از نظر عقلی، هم از نظر ملی، هم از نظر علمی، هم از نظر دینی این خرافات و فالبین و فالکشا و جادوگر حرام است، مکروه است، ممنوع است. انا همین نکته رو باید به خلق رسانده مردم خود رو از این چاه جهالت بیرون کنیم. همین یادتون است که در استراوشان همین سفر اخیر پیشوای ملت در جنبستی و برنامه گفتن که نه ملا، نه فالبین، نه جادوگر این کشور پیش نمیبره، محض علم، معارف نجات دولت است. بنابراین این یعنی که نجات در دست شما، در دست آموزگاران، در دست اهل معارف.